چطورین رفقا؟ امیدوارم که پر انرژی باشین. امروز قراره در مورد یه فیلمی حرف بزنیم که بعد از دیدنش کله‌تون سود میکشه و تا چند روز بهش فکر میکنین. یه فیلم فرانسوی خاص به اسم جوان و زیبا. داستان در مورد یه دختر 17 ساله خوشگل و آروم به اسم ایزابل است. فیلم با فصل تابستون شروع میشه. ایزابل با خانواده‌اش رفته سفر و همه چیز خیلی عادی و معمولی به نظر میرسه. توی همین سفر اون اولین تجربه جنسیش رو پیدا میکنه، ولی خیلی بی‌حس و بدون هیچ عشق و علاقه‌ای. این اتفاق یه جرقه‌ای رو توی ذهن ایزابل میزنه که مسیر زندگیشو کلاً عوض میکنه. اینجاست که فیلم شما رو شوکه میکنه. وقتی برمیگردن پاریس و مدرسه شروع میشه، ایزابل یه تصمیم خیلی عجیب میگیره. اون یه زندگی دوم کاملا مخفی رو شروع میکنه. یعنی یه موبایل مخفی میگیره و با یه اسم دیگه شروع میکنه به گذاشتن قرارهای پولی با مردهای سن بالا. مردهایی که برای وقت گذروندن با یه دختر جوون و زیبا پولهای کلانی بهش میدن. نکته عجیبش اینجاست که خانواده‌اش وضع مالی خوبی دارن و ایزابل اصلا به پولش احتیاج نداره. پس چرا این کارو میکنه؟ واسه هیجانش، کنجکاوی یا دلیل دیگه؟ فیلم رو ببین و نظرت رو برام کامنت کن. فیلم خیلی هوشمندانه نشون میده که ایزابل چطوری این دوتا زندگی رو مدیریت میکنه. یه طرف یه دختر درسخون و آروم توی خونه است، یه طرف دیگه یه شخصیت کاملا متفاوت بیرون از خونه. اما توی فصل زمستون یه اتفاقی میفته که دیگه نمیشه قضیه رو جمع کرد و راز بزرگش در آستانه فاش شدنه. اینجاست که تنش و استرس فیلم به اوج خودش میرسه. خلاصه که اگه یه فیلم خوش‌ساخت و جسور میخواین که شما رو به چالش بکشه، فیلم جوان و زیبا رو حتما ببینید. فقط حواستون باشه که صحنه‌های بزرگسالانه داره و برای همه مناسب نیست. اگه دوست داری فیلم رو دانلود کنی بدون سانسور و با زیرنویس فارسی داخل تلگرام براتون گذاشتم. لینک کانال داخل دیسکریپشن هست. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره که کلی فیلم خفن دیگه تو راهه. زنگوله رو هم بزن که اولین نفر از ویدیوهای جدید باخبر شی. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.